از بازیگری در کنار لیلا فروهر تا حضور در جبهه‌ها و شهادت. قدیمی‌ها فیلم مراد و لاله رو خوب یادشونه. 2 کودک با 2 سرنوشت مختلف. بازیگر نقش پسر اسمش مجید فریدفر بود. مجید فریدفر یه آکروبات باز خیلی حرفه‌ای بود که با این هنر شهرت عجیبی رو به دست آورد. همین شهرت زیاد باعث شد که پای مجید فریدفر به سینما باز بشه. وقتی کارگردان برای انتخاب نقش اصلی توی فیلم مجید رو دید، بدون درنگ مجاب شد که با او همکاری کنه. حالا مجید اولین فیلمش رو در سن کودکی کنار یک دختر بچه‌ای به نام لیلا فروهر بازی میکنه. شهرت عجیب لیلا فروهر و مجید فریدفر انقدر زیاد شده بود که مردم آرزوی دیدن اینا رو داشتن. در کنار بازیگری ویولون زنی رو هم یاد گرفت و اوستای ویولون زنی شده بود. حالا چند سال میگذره و سنشون بالا رفت. وقتی توی خیابان‌ها قدم میزد، مردم به عشق او صف میبستن و کوچه خیابونو میبستن و وقتی ویولون میزد تمام استادا کیف میکردن از این هنر مجید. حالا مجید باید به جای ویولون اسلحه به دست بگیره. به جای امضا دادن به مردم باید در مقابل دشمن‌های ایران قرار بگیره. دفاع از وطن کاری کرد که مجید همه شهرتش رو کنار بذاره و مقابل دشمن بسی قرار بگیره. اما حالا وقتی به عکس پوستر فیلم مراد و لیلا نگاه می‌کنی، سرنوشت عجیب 2 تا بازیگر کودک رو متوجه میشی. کودک نقش پسر در آینده شد شهید مجید فریدفر و کودک نقش دختر در آینده شد خواننده لس آنجلسی لیلا فروهر.